سلام، مهدی شیریم، انیمیشن آرتیست، منتور بخش انیمیشن مدرسه فیلم دستساز هستم. کلیت زمان این مدرسه 4 ماه و نیمه. من 15 جلسه در این 4 ماه و نیم با شما دارم انیمیشن کار میکنم. در جلسات اول بیسیک های انیمیشن رو با هم دیگه بررسی میکنیم، کلی فیلم میبینیم با هم دیگه. در جلسات بعدی یک مقداری پیشرفته تر میشه. مباحث زیر دوربین رو بررسی میکنیم، دایرکت فیلم رو بررسی میکنیم. دایرکت فیلم در واقع این خراش دادن یا تأثیر گذاشتن روی خود نگاتیو فیلمه. تکنیک های زیر دوربین هم کاتاوت زیر دوربین، با زغال کار میکنیم، رنگ روغن روی شیشه رو کار میکنیم و در نهایت همه این تکنیک ها رو نه هر کسی میتونه یک تکنیک رو انتخاب بکنه و تلفیقش میکنیم با چاپ و به یک خروجی میرسیم. حالا یا خروجی جمعیه، یک فیلم جمعی ساخته میشه، یا هر کسی یک فیلم خودش رو میسازه.